سقف نفوس 10 میلیونی سوئیس اگر تصویب شود برای مهاجران چه اتفاق می‌افتد؟ در همه‌پرسی 14 جون 2026 که 4 ماه بعد است، خیلی چیزا در مورد مهاجرت تغییر خواهد کرد. اگر که شما مهاجر هستین و یا قصد مهاجرت دارین، بخصوص اگر مقصدتان سوئیس است، این ویدیو رو تا آخر ببینید. من توصیه میکنم چون برایتان معلومات مفید خواهد داشت. سلام دوستان، از 4 جولای 2023 این تصمیم گیری آغاز شد که نفوس سوئیس به 10 میلیون نرسه و تا 8 می 2024 114,000 امضای معتبر جمع آوری شد و در تاریخ 11 فوریه امسال که چند روز پیش بود تصمیم به این شد که برنامه را در 14 جون 2026 4 ماه بعد میشه برگزار کند. امروز بررسی میکنیم که این تصمیم برای مهاجران، چه کسانی که داخل سوئیس هستند و چه کسانی که میخواین تازه وارد سوئیس شوند چه تاثیری دارد. این ابتکار توسط حزب SVP که حزب راستگرای سوئیس است پیشنهاد شد و نفوس فعلی سوئیس 9.1 میلیون است و این حزب میگه که جمعیت ساکن سوئیس شامل سوئیسی ها و خارجی هایی که مجوز دارند از 10 میلیون بیشتر نشود. این حزب و طرفدارای حزب به این باور هستند که سوئیس کوچک است، مساحت قابل صحنت کم و با ورود سالانه 100 تا 120 هزار نفر مشکلات زیاد شده. اجاره خانه سر به فلک کشیده، ترافیک ها شلوغ شده، قطارها و همچنان فشار روی بیمارستان و طبیعت زیاد شده. به طور کلی اگر که این تصمیم اجرا شود و تصویب شود، شرایط برای مهاجرت سخت میشه، شرایط برای اقامه گرفتن سخت میشه و شرایط برای کسایی که خودشون اینجا است و فامیل فرزندشون در افغانستان و یا ایران است و یا جاهای دیگر، برای ازی که اونا رو اینجا بیاره سخت‌تر و سخت‌تر میشه. حالا برسیم سر اصل مطلب. اگر تصویب شود، شرایط برای پناهندگی و پذیرش جدید پناهندگی کم و یا حتی صفر میشه، حتی برای کشورهای جنگ زده مثل افغان ها و یا سوریه و اوکراین. اینا کلا اقامه شاید برشان نده و یا هم اگر بده خیلی به تعداد محدودی خود بود و همچنان اولویت کارها و استخدام برای کار به سوئیسی ها داده میشه و همچنان ویزای کاری از کشورهای دیگه، حتی از کشورهای اروپایی خیلی کم میشه و یا حتی شاید ویزای کاری هیچ به کسی نده. و برای کسایی که اف دارن و فعلا در سوئیس زندگی میکنن شرایط یکم سخت‌تر میشه و امکان داره دیگه نتونن اما اقامه اف شون رو به بی تبدیل کنه و یا به سی. اگر قصد آمدن به سوئیس دارین، در کشورهای مثل یونان هستین و یا هم در ترکیه اینا و یا از ایران افغانستان میخواین بیاین، این موضوع رو در نظر بگیرین. تا 14 جون این تصمیم قطعی خواهد شد و نتیجهش معلوم خواهد شد که من شما در جریان میذارم. من خودم شخصا در این فکر هستم که شاید تصویب نشه و به احتمال زیاد تصویب نخواهد شد، چون سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی کلی کشورها به مهاجر نیاز داره و روی مهاجرها ایستاده است. به این خاطر امکان داره تصویب نشه. ولی اگر قصد آمدن داشتین این موضوع رو در نظر بگیرید حتما. اگر شما هم قصد مهاجرت دارید و یا هم در سوئیس زندگی میکنید، در کامنت ها نظراتتان نوشته کنید که تصمیم روی برنامه‌تان چقدر تاثیر میذاره و چه چیزی برایتان تغییر خواهد کرد. من وبسایت حزب SVP اینا رو براتون در قسمت دیسکریپشن ویدیو نوشته میکنم، میتونید خودتون برین اونجا کل معلومات و کل نوشته های از اونا رو بخونین و خودتون تصمیم بگیرید و همچنان فراموش نکنید که نظراتتان حتما نوشته کنید و منتظرتان هستم.